کشت تکراری زراعت و استفاده ثمرناک زمین‌های کشاورزی نزد حولیگی، خواجگی‌های یاررسان شهروندان و تشکیلات و مؤسسه‌ها که مورد توجه همیشگی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان قرار دارد، عامل اساسی فراوانی بازار استعمالی مردم، بهداشت وضع اقتصادی کشاورزان و در مجموع عملی کردن امنیت یازقواری مملکت محسوب می‌یابد. طبق معلومات فوری، کشت تکراری زراعت در مقیاس ولایت سال جاری به مساحت 25,000 گکتار به نقشه کاری گرفته شده. این سمت کار الحال ادامه دارد، البته به غیر از ناحیه باباجان غفورов که آن به انجام رسانیده شده است. کشت تکراری فراگیری زراعتی است که دوره نشو نما، حاصلبندی و پخته رسیدنش در مرحله باقی مانده فصل تابستان و تیر ماه امکان پذیر باشد. یعنی پامیدار و بادرنگ، ماش و لوبیا، کرم، زراعت خوراکی چاروا، دیگر دانگی ها و نهایتاً در آخر ترب و شلغم کشت کرده می شود. در ناحیه اسپیتامین نیز این مرحله ادامه دارد. امسال کشاورزان ناحیه اسپیتامین تصمیم گرفتند که با مساحت 2085 گکتار کشت تکراری زراعت ها گذرانند. تا به امروز 1769 گکتار کشت گذرانده شد که از زراعت های گوناگون به مانند بادرنگ، پامیدار، سبزی، مکدان عبارت بوده. بعداً شلغم و ترب کشت کرده می شود. عین حال زراعت های کشت تکراری نشنامه‌های خوب داشته، حاصل آگوست سپتامبر پخته می رسد. زمین های نزد حولیگی اهالی دهات باشد طبق معلومات به ما رسیده در مقیاس ولایت بیش از 50,000 گکتار را تشکیل داده. مردم با کشت و استحصال محصولات از آن در ذخیره نمودهای گوناگون کنسرو برای زمستان و فراوانی بازار استعمالی مردم مساعدت کرده ایستادند. در ناحیه اسپیتامین زمین های نزد حولیگی اهالی 2311 گکتار را تشکیل داده. همزمان در مساحت 777 گکتار خواجگی‌های یاررسان شخصی شهروندان به قید گرفته شده است. سال جاری فراوانی محصولات کشاورزی به مانند میوه‌جات، سبزوات و پالیزی ها به نظر رسیده. محصولات در حدود ناحیه اسپیتامین، شفت راه اتومبیلگرد خوجند دوشنبه در بازارهای سر راهی فروش پالیزی ها فعال می گردد که در آن محصولات خود را از خواجگی‌های ناحیه‌های سرافشان، دیوشتیج، ظفرآباد و اسپیتامین به فروش برآورده به خریداران پیشنهاد می نمایند. چنین نقطه های فروش سر راهی محصولات کشاورزی در حدود شهر و ناحیه های باباجان غفورov، شهرستان، استرافشان، ظفرآباد، پنجکند و جبار رسولov نیز همساله به نظر می رسند که به خریداران محصولات تر و تازه خود را کشاورزان پیشنهاد می نمایند. اهالی دهات که اساساً با کشاورزی شغل می‌ورزد از امکانات پیش آمده کشت و استحصال زراعت ثمرناک استفاده برده، با نظرداشت دسترسی به آب پالیزی و کمک و دستگیری‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت، شهر و ناحیه‌های اگروصنعتی و مسئولین و متخصصان ساحه از می‌قوی دارند که سال جاری نیز به نتیجه‌های خوب استحصالی نائل گردند.